سلام خدمت همه دوستان عزیز، من سپهر هستم. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون فوتبال فوراور. با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم راجع به پیشبازی لیگ ملت‌های اروپا، هم بازی رده‌بندیش و هم بازی فینال صحبت داشته باشیم. خب همون جوری که میدونید فینال بین اسپانیا و پرتغال هست و دیدار رده‌بندی هم میان فرانسه و آلمان که خب جفت دیدارها فوق‌العاده جذاب هستن. دو تا نیمه نهایی خیلی قشنگ رو دیدیم و بریم ببینیم که حالا ترکیب‌های دو تیم به چه صورت هست، رویکرد تیم‌ها چیه و چه چیزی در انتظار ما هست. عرضم به خدمت شما که بازی هایی که در پیش رو داریم احتمالاً که قطعا بازی رده‌بندی ساعت 4:30 یک شنبه به وقت ایران برگزار میشه، بازی فرانسه و آلمان. بریم یه چک بکنیم ترکیبای دو تیم رو. خب فرانسه به اسپانیا باخت و آلمان هم به پرتغال. و حالا رده‌بندیش میگم لیگ ملت ها کلا اونقدر اهمیت نداره، اما خب جذابه دیگه. تیم ها چون با هم بازی میکنن و بازیکن‌های سرشناس هستن و حالتش یه حالت بازی‌های رسمی شده، جذابه دیگه. تو روزای بی فوتبالی واقعا دیدن بازیکن‌های سرشناس میتونه جذاب باشه. عذر میخوام، من همچنان بیمار هستم و بیمار که خوب شدم ولی خب اثراتش مونده و عذرخواهی میکنم اگر میان ویدیو سرفه یا برای صاف کردن صدا اقدام میکنم. از شما عزیزان عذرخواهی میکنم. خب آقا بریم سراغ بازی‌ها. با ترکیب تیم آلمان شروع میکنیم. تیمی که خب زیر نظر ناگلزمن تیم خوبیه به نظر من و میتونه تیم مدعی هم حتی در جام جهانی باشه. حالا عذر میخوام، پرتغال حذف کرد آلمان رو، ولی خب حذف کرد که شکست داد، چون حالا دیدار رده‌بندی هم داره. ولی چیزی که آلمان نشون داد تیم خوبیه به نظرم و شاید اگه مثلا یه مهاجم نوک یا یه هافبک تراز بهتر به تیم اضافه بشه و جمال موسیالا هم از بند مصدومیت رها بشه، این تیم آلمان یه چند لول پیشرفت کنه که قطعا هم اینطور خواهد به نظرم. بریم سراغ ترکیبش که خب به نظر من ترکیبش تقریبا همون ترکیبیه، یا شاید بهتر باشه بگم دقیقا همون ترکیبیه که جلوی پرتغال گذاشت. به نظرم ترکیب 3-4-2-1 که ترکیبی هم هست که ژابی آلونسو هم خیلی این ترکیب رو دوست داره. و ببینیم چه بازیکنایی در ترکیب هستن. توی دروازه احتمالا مارک آندره تر اشتگن هست، دروازه‌بان بارسا که خب حواشی هم دور و برش خیلی زیاد شده به خاطر جذب خوان گارسیا و خب به این دلایله که یه مقدار شاید از نظر روحی هم اوکی نباشه و توی حاشیه باشه. من این خودکار رو گرفتم، این معلمایی دارم صحبت میکنم. بعد عرضم به خدمت شما که کوخ و تاه و آنتون سه تا دفاع مرکزیشون هستن که خب بالا احتمالا کوخ وسط بازی میکنه، تاه سمت راستش و آنتون سمت چپش، چون حالا آنتون سابقه بازی توی دفاع چپ هم در دورتموند داشته. خط هافبکش که خب متشکل از میشه گفت 6 هافبک تقریبا. دوتای وسطشون گورتسکا و پاولویچ هستند. پیستون های چپ و راست، هافبک های چپ و راستشون میتلشتاد در سمت چپ و کیمیچ احتمالا در سمت راست که کاپیتان آلمان هم هست بازی خواهد کرد. دو تا هافبک تهاجمی یا اصطلاحاً CAM ها، کسایی که حالا فیفا بازی میکنن بیشتر میدونن چه پستی رو منظورمه. هافبک تهاجمی پشت مهاجم هاشون فلوریان ویرت و لیروی سانه هستن و مهاجم نوکشون هم اسم سختیه، فکر کنم ولتمن یه همچین چیزی بود اسمش اگر اشتباه، ولتیمید اسمش، ولتمن چی. بعد بریم سراغ تیم فرانسه و قبل از اون هم بریم که روی کرده آلمان رو میدونیم پرس میکنه و ولی موقع توپگیری مثلا خیلی توی فاز انتقال و اینها نمیره، سعی میکنه با همون جلو اومدن با تومنینه، با همون فوتبال آلمانی و ماشینی که ازشون سراغ داریم
خیلی بانظم اون بازیشون رو انجام میدن و خب معمولا هم نتیجه میده، بعضی وقتا هم نمیده. بریم سراغ تیم فرانسه که خب مایک مانیان به نظرم در اون دروازه قرار میگیره، چون گزینه دیگه نه، فکر کنم سامبا کیه یا اون و شوالیه دعوت شدن تیم ملی فرانسه، ولی فکر می‌کنم دوباره مانیان رو به خاطر تجربهش بذاره آقای دشام، فرانسه‌ای که از اسپانیا هست شد. دو تا دفاع وسطاش احتمالاً اون دو تا دفاع وسط مقابل اسپانیا باشن، یعنی ابراهیم کناته و کلمنت لنگله. دفاع چپ خب قاعدتا تئو هرناندز هست و دفاع راست هم فکر کنم به جای کالولو گوستو رو بذاره، ولی خب بعید نیست باز هم همون کالولو رو بذاره، چون دشام کلا خیلی به ترکیب هایی که میچینه تغییر ایجاد نمیکنه مگر در مواقع ضروری، که حالا البته جولز کنده نیست، کالولو اومده سمت راست فیکس شده، ولی به نظرم توی بازی با آلمان گوستو رو بذاره. بازم موضوع بخوام دو تا هافک دفاعیش فکر میکنم که یکیشون قطعا ربیوه، اون یکی و بین کنه و شوامنی من حسم میگه شوامنی رو بذاره بهتره و فکر میکنم شوامنی رو هم بذاره، چون خب بازیکن با کیفیت تریه از کنه، هر کاری هم بکنیم شوامنی از کنه بهتره. و خط حملهش هم که همون خط حمله جلو اسپانیا احتمالاً، یعنی اولیسه هافبک تهاجمی وسط وای میسه، امباپه مهاجم نوک، دمبله راست و دزر دو چپ، که خب خط حملهش خیلی میتونه ترسناک و قوی باشه. این هم از ترکیب‌های آلمان و فرانسه. حالا بریم ببینیم بازی چی پیش میاد و خب به نظر من نتیجه به نفع فرانسه میشه، یعنی فرانسه شرایط بهتری رو داره نسبت به آلمان. آلمان یه مقدار چی میگن، این ترکیبش هنوز جا نیافتاده، ولی فرانسه خب ترکیب جا افتاده تری داره نسبتاً و خیلی میتونه تیم خطرناک تری باشه. بریم سراغ فینالی که در استادیوم آلیانز آرنا برگزار میشه بین پرتغال و اسپانیا. انگیزه های زیادی اسپانیا داره، انگیزه های زیادی هم پرتغال داره و قطعا فینال جذابی رو میبینیم و حتما ببینید. میدونم اهمیتش خیلی زیاد نیست ولی ببینید، بازی جذابی میشه قطعا. با ترکیب پرتغال شروع کنیم که به نظرم دیو کاستا قطعا درون دروازه است. دو تا دفاع وسطاشون اصلا خط دفاعیش واضحه و یه نکته عجیب داره که البته بهش اشاره میکنیم، اونم حضور ژائو نوس در پست دفاع راست توی پاریس هم وایساد، ولی به نظرم حیفه وقتی ژائو نوس بره دفاع راست و توی مرکز ازش بازی نگیرن. دو تا دفاع وسطاشون هم دیاز و ایناسیو هستن. ایناسیو هم حالا احتمالا میشناسیدش، ولی اگر نمیشناسیدش بازیکن اسپورتینگ هست، دفاع آخر اسپورتینگ لیسبون هست و دفاع خیلی با کیفیتی هم هست، واقعا دفاع خوبیه و سن کمی هم داره. دفاع چپ که نونو مندز فوق‌العاده است که فصل فوق‌العاده‌ای رو داشت و جلوی آلمان هم خوب بود خودش، یه پاس گل هم داد به کریس رونالدو. و خط هافبکشون احتمالاً اون ابتدا کی خود روبن نوس رو گذاشته بودن، یعنی بازی با آلمان، ولی فکر کنم این بازی ویتینیا رو فیکس کنن، چون ویتینیا جز دوتا هافبک برتر این فصل بوده، یعنی در کنار پدری اول بذاریم ویتینیا دوم یا ویتینیا اول پدری دوم. این دوتا واقعا جز بهترین هافبک وسط این فصل اروپا بودن و به نظرم ویتینیا در کنار برناردو سیلوا و برونو فرناندز خط هافبک رو تشکیل میدن، هرچند که 4-2-3-1 بازی میکنه معمولا آقای مارتینز، ولی خب 4-2-3-1 هم به این شکلی که حالا برناردو و ویتینیا یکم عقب‌ترن و حالا برونو هم سر جاش که همون CAM خودمون هست یا همون هافبک تهاجمی بازی میکنه. سمت راست احتمالاً کی بود این پسره تیرینکاو که توی بارسلونا هم بازی میکرد هست و سمت چپ هم پدرو نتو. حالا من میگم شاید اصلا نتو رو بیاره راست چون توانایی بازی تو وینگ راست رو داره، فکر کنم پست اصلی اصلا راست باشه و حالا لیاو رو ببره چپ، رونالدو نوک، یا اگر هم نشد کنسنساو راست باشه، همون پدرو نتو چپ و رونالدو
همون نوک وایسه. یه چیزی که واضحه پدرو نتو رونالدو تو خط حمله فکر میکنم فیکس باشن. حالا بستگی به خانش آقای مارتینز شاید جای ترینکاو عوض بشه چون اونقدر بازیکن تاپی نیست در حد اینا. عرضم به خدمتتون که بریم سراغ اسپانیا و این نکته هم راجع پرتغال بگیم که ایکس جی تقریبا 3 جلوی آلمان داشتن، یعنی تیمی که فوق العاده است هم توی انتقال هم توی بازی مالکانه، خیلی خوب خطر ایجاد میکنه روی دروازه حریفش و پرتغال تبدیل شده به یکی از مدعیای جام جهانی پیش رویی که داریم و مطمئن باشید هست، جزو مدعیا هست. بریم سراغ اسپانیا. اسپانیا هم ترکیبش تا حدودی مشخصه و شاید مثلا شک و شبهه ها سمت مثلا دفاع آخر باشه که حالا دین هویسن بازی میکنه یا کوبارسی. گلرش که مشخصا اونای سیمونه که عملکرد خیلی خوبی هم داشت جلوی فرانسه. دفاع راست پدرو پورو عملکردش نسبتا خوب بود، حالا پنالتی داد ولی خب دفاع راست خوبی بوده. لینورمد به نظرم فیکس قلب دفاع، حالا میگم در کنار هویسن احتمال زیاد یا کوبارسی. و دفاع چپ هم مارک کوکوریا هست، عذرخواهی میکنم مارک کوکوریا دفاع چپ هست. خط هافبک زوبیمندی به نظرم قطعا فیکسه، پدری قطعا فیکسه و مرینو هم فیکسه، یعنی همه‌شون عملکرد خوبی جلوی فرانسه داشتن. پدری و مرینو که گل هم زدن و هافبک‌های فوق‌العاده‌ای هستن. تازه اگر رودری به آمادگی برسه، اولمو آماده تر بشه، باز خطرناکتر میشه این خط هافبک. و خط حمله‌ای که اونم مشخصه برای اسپانیا، یامال، اویارزابال و نیکو ویلیامز. خب روی کرده اسپانیا هم مثل همیشه مشخص بازی مالکانشه، استفاده از وینگرهای فوق‌العاده‌ای که ظهور کردن، مثل یامالی که بی‌نظیره، مثل نیکو ویلیامز سرعتی و تکنیکی و حتی شوت زن، و اویارزابالی که فوق‌العاده است در تیم ملی، یعنی توی رئال سوسییداد اینجا، توی تیم ملی اینجا قشنگ، و یه تفاوت لولی فوق‌العاده عجیبی داره با باشگاهش و یه پاس گل استثنایی هم داد به مرینو. 2 تا پاس گل داد، یه پاس گلش فوق‌العاده بود به میکل مرینو که پشت به دروازه اون پاسو داد و خب توی ترکیب آقای دلافونته فوق‌العاده کار میکنه اویارزابال. پیش بینی من از این بازی برد اسپانیا، چون اسپانیا به نظر مدعی اصلی جام جهانی هم هست، یعنی با این نسلی که داره میاد، نسلی که اومده دیگه داره میاد نیست، یعنی یامال دیگه تالنت نیست، از حالت تالنت خارج شده وقتی میری توی نامزدهای توپ طلا، و این نسلی که داره تا چندین سال میتونه توی تیم ملی ها مدعی اول باشه، شاید حالا در کنار انگلیس و فرانسه. و به این صورت هست ترکیب های رو که تقریبا پیش بینی کردم و روی کرده دو تیم هم احتمال میدم چیزی که توی بازی خواهیم دید اینه که احتمالا یه مقدار پرتغال توی مید بلاک یا لو بلاک بره و تمرکزش رو بذاره توی انتقال. چرا؟ چون پرتغال اگه بخواد دفاع کنه ساختار دفاعی بهتری از اسپانیا میتونه بگیره. اسپانیا تیمی نیست که بخواد دفاع کنه و اونجوری بلد باشن دفاع کردن، و مخصوصا الان که رودری رو ندارن و حالا خط دفاعی به نسبت جوونی هم دارن، یعنی تو قلب دفاع هویسن و کوبارسی هنوز فکر کنم 20 سالشون نشده، کوبارسی که 18 سالشه میدونم، هویسن فکر کنم 19 20 سالشه، و فکر میکنم که اسپانیا مالک بازی خواهد بود و پرتغال تمرکزش روی ضد حملات هست، روی تک موقعیت ها، موقعیت های خطرناکی که ایجاد میکنه با حضور کریستیانو رونالدو که استاد گل کردن موقعیت های مورد رونالدو دیگه، چی بگم چه تعریفی میکنم ازش، و میدونیم که هر جوری که بخواد میتونه گل بزنه حتی تو سن 40 سالگی. و این بر هم انگیزه اسپانیای جوون برای چیه؟ برای توپ طلای یامال فکر می‌کنم بیشترینش، همونطوری که این پنالتی زنه اسپانیا نیست یامال، ولی پنالتی رو دادم که بزنه جلوی فرانسه، و احتمالاً انگیزه های تیم اسپانیا هم خیلی زیاده و انگیزه های پرتغال هم زیاده، به خاطر اینکه کریستیانو رونالدو آخرین جام های ملی هست که میتونه بگیره، یکیش اینه، بعدیش جام جهانی، فکر نکنم دیگه توی یورو بعدی بخواد حضور داشته باشه. و به این صورت و امیدوارم که واقعا بازی خیلی قشنگی رو ببینیم و بازی خوبی از آب درآد. پیش بینیم هم اینه که اسپانیا میبره، یعنی
اسپانیا میبره و خب جدال‌های جذابی هم قطعا خواهیم دید، مخصوصا بین خط هافک اسپانیا و خط هافک پرتغال، بین یامال و نونو مندز، بین ژوان نوس و نیکو ویلیامز و کریس رونالدو هم که همیشه حضورش تو زمین به تنهایی 50 نه اصلا 70-80% جذابیت داره کریستیانو رونالدو و امیدوارم که بازی خیلی قشنگی رو ببینیم و میتونه تأثیر هم داشته باشه. میگم خیلی اهمیت نداره، میتونه تأثیر روی توپ طلا داشته باشه نتیجه این بازی. و خب بریم ببینیم که چی میشه دیگه. ممنون میشم اگر خوشتون اومد لایک کنید، نتیجه رو پیش بینی کنید توی کامنت ها و بگید که به نظرتون کی بازی رو میبره و بازی چجوری پیش میره و دوست دارید که کی قهرمان بشه. و خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، احتمالا ویدیوهای بعدی راجع به بازار نقل و انتقالات و توپ طلا خواهد بود. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید، خیلی دوستتون دارم، ممنون، خداحافظ.